زن به شوهرش گفت وقتی من بمیرم چقدر انتظاری میکشی برای ازدواج همسر دوم؟ شوهر گفت تا آن دمی که خاک قبرت خشک بشود. زن این مرد گفت آیا به این گفته‌ات وعده میدهی؟ شوهر تبسم کرد و گفت آره وعده میدهم. بعد آنی که این زن وفات نمود، مرد هر صبح دم به زیارت قبرش میرفت تا آن دمی که 1 سال سپری شد، در حالی که خاک روی قبر خشک نشده بود. مرد در تعجب ماند. روز این مرد به وقت بگاهی داخل قبرستان شد، دید که برادر همسرش اینجا است. مرد از او پرسید اینجا چی کار میکنی؟ گفت وصیت خواهرم را ادا میکنم. شوهر گفت چی وصیت کرده بود؟ برادر این زن گفت خواهرم به من گفته بود که خاک روی قبرم را هیچگاه نگذار خشک بماند. از این خاطر هر 2 روز روی قبرش را آب میپاشم. سبحان الله. برادران و خواهران عزیز، ببینید که رشک انسان را تا کجا میبرد.